ساکنان محله ورزابگیس روزی 2 نوامبر به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه آمدند و گفتند مقامات می‌خواهند آنها را از منزل‌هایشان که 10 سال در آن سکونت داشتند به پرداخت جبران بیرون کند. تا حتی مبلغ بعدا نمیدهند که ما با اون مبلغ رفته یکم جا خانه خریم یا که اجاره شینیم. آنها میگویند حجت‌های مالکی دارند با قرار حکومت شهر منزل ساختند. دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر حکم کرد که خانه‌ها غیر قانونی اند و به پرداخت جبران ولنگار شوند. ساکنان خواستند به دادگاه عالی شکایت برند، اما مأموران را هفته گذشته در نزد خانه‌هایشان دیده نگران شدند. محله ورزابگیس در کناره شهر دوشنبه جایگیر است و تابع ناحیه اسماعیل سامانی است. 31 خانواده بعضی از سال 1994 و گروهی دیگر از سال 2008 در اینجا خانه ساختند. آنها میگویند تا امسال مقامات به آنها اراده نداشتند. سیکم با سیکم فایران میکنه، ستی اولی فایران میکنه، ستی کسان جوریه چی میدن چاف ستون رفت موقعی. گلچهره سفر و از سال 1994 در این محله خانه دارد. میگوید 24 سال پیش این زمین را خریدند و خانه بنیاد کردند. حالا در این منزل با 21 اعضای عائله‌اش زندگی میکند. چی میکنم؟ میگو که من جا میتیم، میخزونم جا میتیم، بعد جا میکنم، غمخوری میکنیم. اینا بچه‌شا میگو که تو غمخوری کو آدم‌ها خزوندی اول جا کنشونه بخزون. این زن میگوید مأموران به او تهدید کردند. فرزندان گلچهره سفر و در روسیه مهاجر کاری اند. پول آنها فقط به روزگار صرف می شود. حیران است که با نبیره هایش در آستانه فصل سرما کجا رود. همه قدر باشه که به نسل که میبیارم میگه خانه دا میپرتم. اینم روزه در روی دنیا نخواه حکومت هم خیلی باشه، حکومت باشه که صاحب شود. زیور اکرموی 34 ساله با 2 کودکش همراه والدین زندگی می کند. او میگوید چند روز پیش به اعتراض ساکنان همراه شد و از مأمورین تهدید شنید. معیوبی یک مادر 2 فرزند و بالغ عربه مرا کشوله کرده که اینا بگیریم بریم دیونه خانه و کارش کنیم. بعضی از ساکنان منزلها را از دست دوم خریدند و میگویند شرطنامه خرید و فروششان مهر نوتاریوسی دولتی را دارد. غیر قانون نبود، نتر چشم حکومت. زلخمار سیدالله و میگوید شخص با نام عبدالرحیم یک کیسه حولیش را به مبلغ $18,000 فروخت و آنها در اینجا خانه بنیاد کردند. دفتر حولی و شناسنامه تکنیکی دارند. حالا حیران است چی کند. خونه را دست به اساس میگیره، همه چیزمون جمع کنه، میگه قد کوچه برای خونه را تراکتور میاره چپا میکنه. ما آدمای کم بغل کجا میریم؟ گفته می شود در جای خانه های این ساکنان مرکز سیاحی می سازند. ساکنان می خواهند دولت به آنها منزل دهد یا جبران پولی بپردازد.